شهر همیشه آفتابی آلانیا. اینجا یکی از محبوب ترین مقاصد گردشگری ترکیه است. شهری که در جنوب این کشور و در سواحل مدیترانه قرار داره. درست بین آنتالیا و مرسین. آلانیا به خاطر موقعیت جغرافیایی خاصش ترکیبی از کوههای سرسبز تروس در شمال و دریای بیپایان مدیترانه در جنوب رو پیش چشم شما میذاره. آب و هوای آلانیا مدیترانه‌ای و معتدله. یعنی تابستون‌های گرم و آفتابی و زمستون‌های ملایم. همین باعث شده که این شهر به بهشت عاشقان دریا و آفتاب تبدیل بشه. اگه از این ویدیو لذت میبرید همین الان ما رو فالو کنید و این ویدیو رو لایک کنید تا جاهای بیشتری از ترکیه رو با هم کشف کنیم. و اما اسم آلانیا هم داستان جالبی داره. در گذشته کوراکسیون نامیده میشد. بعدها رومی‌ها و بیزانسی‌ها اسمش رو تغییر دادن و در دوره سلجوقی‌ها سلطان علاءالدین کیقوباد این شهر رو مرکز خودش قرار داد. به همین خاطر اسم شهر رو به علاییه تغییر دادن و با گذر زمان و ساده سازی تلفظ به شکل امروزی یعنی آلانیا در اومد. آلانیا امروز فقط یه مقصد گردشگری نیست. اینجا پر از کافه‌های ساحلی پر انرژی، بازارهای محلی رنگارنگ، بندر پر جنب و جوش و تفریحات آبی هیجان انگیزه. چه اهل آرامش باشید، چه دنبال ماجراجویی، این شهر براتون کلی تجربه به یاد موندنی داره.